ما ایرانیان شهر هامبورگ اینجا جمع شده ایم که به دولت آلمان بگیم که آلترناتیو ما اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم هستش و دولت آلمان با اینکه از جمهوری اسلامی جنایتکار حمایت کرده، ما مردم ایران از جمهوری اسلامی جدا هستیم و در کنار شاهمون خواهیم موند و پشت شاهمون رو خالی نخواهیم کرد. دولت آلمان با این کاری که کرده خیانت به خانواده های جانباخته ها کرده، خیانت به عزیزانی که در جنبش ملی مجروح شدن، آسیب دیدن کرده، به همه زندانیان سیاسی خیانت کرده. در این همایشی که بوده سخنرانی رضا شاه دوم پهلوی سوم رو کنسل کرده و صدای مردم ایران رو کنسل کرده. ما اینجا جمع شدیم تا اعتراضمون رو به حکومت آلمان بگیم. در راه تو کی لرزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. پاینده ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، جاوید شاه.